10 تا عادت ساده که نمیدونستی پوستتون نابود میکنه. سلام، حالت خوبه؟ خوشید؟ سلامتی؟ آقا اومدم چند تا مورد ناب، چند تا عادت بد نام ببرم و بهتون بگم که اگه اینا رو کنار بذارید ممکنه که تا 90% جوشای صورتتون خوب بشن و اصلا نیازی به استفاده از محصولات پوستی نخواهید داشت. با من همراه باشید. خب بریم با اولین مورد، دست زدن به جوشا. به جوشاتون دست نزنید. این واقعا بدترین و مخربترین کاریه که میتونید در حق پوستتون بکنید. ما وقتی به جوشمون دست میزنیم جاشون لک میشه و بدتر موندگارتر میشن، پس بهتره که بذارید کنار. شما همینجا بشید. دومین عادت چیه؟ اینه: شوینده مناسب پوستتو استفاده کن یا صورتتو زیاد از حد نشور لطفاً، چون وقتی پوستمون رو زیاد میشوریم خب پوستمون خشک میشه و هم اینکه کار طبیعی پوست چیه؟ اینکه چربی طبیعی پوست رو ترشح میکنه. در نتیجه شما وقتی زیاد از حد در طول روز پوستتون رو میشورید خب پوست خشک میشه، خشک میشه و چربی زیادی تولید میکنه و باعث میشه جوش بزنید. کار دومی که میکنید، آقا شوینده مناسب تایپ پوستتو نمیزنی. اگه پوست چربه شوینده پوست خشک نزن، اگه پوستت خشکه شوینده پوست چرب نزن. حتما به پوستت آسیب میزنی چون مناسب تایپ پوستت نیست. خواب کم. میدونم الان تابستون شده، خیلیاتون تا دیر وقت بیدار میمونید، سریال میبینید، فیلم میبینید، کلا کار مختلفی میکنید، ولی ببینید واقعا همین کم خوابی باعث میشه که حتما پوستتون جوش بزنه، باعث بروز خیلی از بیماری ها میشه. پوستتون اگه براتون مهمه کم خوابی رو بذارید کنار. ببین هیچی خواب شب نمیشه. اگه در طول روز بخوابی اصلا خواب شبتو جبران نمیکنه. پس حتما این عادت رو بذار کنار، ببین که چجوری پوستت بهتر میشه. این یکی رو خیلی جدی نمیگیرن. استفاده نکردن از ضد آفتاب خیلی روی لک نشدن پوستتون تاثیر میذاره، خصوصا لک آفتاب توی تابستون. حتی اگه هیچ محصول پوستی استفاده نمیکنید یا بودجهشو ندارید، ولی یه ضد آفتاب بگیر، حتما قبل از اینکه از خونه بیرون بری روی پوستت بزن، از لک های پوستت جلوگیری بشه یا حتی بیشتر شدنشون اگه لک داری. لطفاً جدیش بگیر. مورد بعدی، استفاده کردن از یه حوله مشترک. خیلی هم ممکنه که جوش‌زا باشه برای پوستتون، چون پوست با پوست فرق میکنه و شما پوست بقیه رو که روشون باکتری یا هرچی نشسته رو میزنید به پوست خودتون، خب معلومه پوست شما عادت نداره و باعث میشه که جوش بزنید. یه حوله جداگانه برای خودتون تهیه کنید و پوستتون رو فقط به اون پشت بکنید و میبینید که خیلی از جوشاتون شاید به خاطر همین به وجود اومده. مورد بعدی که میخوام بهت بگم، مطمئنم که باورت نمیشه، ولی باید بدونی که خود همین گوشی که باهاش صحبت میکنی، باهاش کار میکنی، پیشت میذاری، بعضی وقتا شب خوابت میبره پیشش، همین باعث میشه که پوستت کلی جوش بزنه، چون سطح گوشی پر از میکروبه و شما اصلا گوشیتون نمیشورید. که برای راهکار این بهتون بگم که یه پد الکلی داشته باشید، حتما هفته چند بار روی صفحه گوشیتون بکشید، آروم و ملایم، به گوشیتون آسیب نزنید. پد الکلی باشه حتما، نه اینکه الکل خالی کنی روشا. بزن به صفحه گوشیت و تمیزش کن، جواب میگیری ازش. هفتمین چیزی که میخوام بهت بگم راجع به رژیم غذایی. رژیم غذایی خصوصا اگه فست فودی باشه دقیقاً و مستقیما روی پوست تاثیر میذاره. فست فود پر از چربی و کلستروله و باعث میشه که کبد چرب بگیری و به دنبال اون کلی ضررا داشته باشه برای پوستت. همین که کم آبی، لطفاً حتی اگه من نمیگم 8 لیوان در روز آب بخورید، شاید اصلا یکی عادت داشته باشه 3 لیوان بخوره، ولی همون 3 لیوان رو لطفاً بکن 4 لیوان، چند هفته بکنش 5 لیوان، کم اضافهش بکن. واقعا میبینی آب کافی باعث میشه که خیلی پوستت شادابتر
و اینکه خلاصه سفیدتر به نظر برسه. لطفاً روی آب خوردنتون توجه داشته باشید و همچنین رژیم غذایی سالم. عادت بعدی که میخوام بهتون بگم، خودم هم انجامش میدادم و واقعا وقتی اصلاحش کردم فهمیدم که چقدر تاثیر داشته. عوض نکردن روکش بالش. روکش بالش پر از باکتریه، پر از میکروبه که موهاتون داشته اونو و گذاشته روی بالش یا مثلا گوشیتون روی بالش گذاشتید، خب اینا میکروب گرفته. 2 هفته یه بار بشورید. یا اگه 2 تا روکش دارید لطفاً عوضش بکنید، تمیز باشه روکش بالشتون که میکروب‌هاش باعث نشه که جوش بزنید. عادت بدی که خیلی من واقعاً از خیلی‌ها دیدم، آرایشتون رو پاک کنید بخوابید لطفاً. حتی اگه خیلی خسته‌ای این کار رو انجام بده، چون خیلی روی جوش زدن تاثیر داره. یعنی واقعا خودش تاثیر داره. لطفاً اگه حالم نداری با میسلار فقط پاکش کن که آرایش روی پوستت نمونه و شب باهاش نخوابی. و اما آخرین مورد، انتظار دارید سریع از محصولات نتیجه بگیرید. هر محصول پوستی که میزنید، نه عزیزم، عزیز دلم، لطفاً از پوستت انتظار سریع و یه شبه نداشته باش. چند هفته بعد بهش زمان بدی یا حداقل 1 ماه که بعد تاثیرشو ببینی. اصلاً یه شبه فایده نداره. خب رسیدیم به آخر ویدیو. اینم 10 تا موردی بود که حتما مطمئنم چند تاشو انجام میدادی. خودم هم انجام میدادم بدون تعارف و شوخی. حتما سعی کنید که ترکش کنید چون خیلی به پوستتون کمک میکنه. همین دیگه. توی کامنت ها برام بنویس که کدوماشو انجام میدادی و اینکه لایک و ساب یادتون نره. مرسی که تا اینجای ویدیو همراه من بودین.